تو هم دیسک کمر داری، منم دارم، اون فیلمبردار اونم داره، اصلا همه دارن، همه دیگه میدونن، همه میدونن، همه. ما توی بدنمون بین هر دوتا مهره یک بافتی داریم به نام دیسک کمر که مثل بالشتک ژله‌ایه. البته مثل ژله خیلی نرم نیست، ولی کمک میکنه نیروی وزن و فشارهایی که توسط حالا بار بلند کردن یا فعالیت‌های روزمره رو داریم جذب بشه و بازی کنه به مهره هامون فشار نیاد. خیلی از عوامل باعث میشن که دیسک کمر به مرور زمان دچار بیرون زدگی بشه، مثل بار سنگین بلند کردن، خم و راست شدن‌های مکرر از کمر یا پیچش روی کمر. و شایع ترین موردی که این روزها مردم رو دچار دیسک کمر میکنه پوزیشن ثابته، مثل زیاد نشستن یا حتی زیاد سرپا موندن. در هر دو حالت دیسکای کمری دچار آسیب میشن و اینطوریه که بافت خارجی دیسک به مرور زمان آب از دست میده. آب از دست دادن یعنی اینکه بافت پیر میشه و بعد از اینکه آب از دست میده شکننده میشه. وقتی که شکننده شد، هسته مرکزی دیسک که قرار بیشترین فشار رو تحمل کنه و بیشترین میزان بازی رو داشته باشه موقع فشارهایی که به ستون فقرات میاد، دچار بیرون زدگی میشه. وقتی دچار بیرون زدگی بشه، به کانال نخاعی و عصب فشار میاره. اون موقع است که شما میگی من دیسک کمر گرفتم. این بیرون زدگی به عصب فشار میاره، شما دردت میگیره.